سلام، من سارا و اینجا سارا بیتی. خیلی خوش اومد. خب اولا مرسی بابت همه حمایت ها و کامنت های خوشگلتون، خیلی دوستتون دارم. یه عالمه. خب بی معطلی بریم سراغ موزیک ویدیویی که امروز قرار بهش ریاکت بدم. اما موزیک ویدیو امروز یه فرق اساسی داره و اون اینه که قرار نیست که از موزیک ویدیوهای BTS باشه. صادقانه که بخوام بگم من خیلی نتونستم با بقیه گروه کیپاپی ارتباط برقرار کنم و تنها گروه کیپاپی که تا الان استم میکردم و میکنم BTS بوده و هست. ولی انقدر که من از این موزیک ویدیو تیکه های مختلف آهنگش رو توی اکسپلور شنیدم یا حالا این ور اون ور به گوشم خورده یا دوستان راجبش صحبت کردن که ترغیب شدم که خودم بهش گوش بدم و بهش ریاکت بدم و موزیک ویدیوشو ببینم و اون چیزی نیست به جز موزیک ویدیوی دژاوو از TXT. فقط از الان از همتون عذرخواهی میکنم. من حتی نمیدونم که چند تا ممبر داره این گروه و اسمشونم بلد نیستم. خب قبلش فقط یه دقیقه بریم سریع سرچ کنیم که ببینیم که چند نفرن چی جوریه و اینا، بعد شروع کنیم. خب TXT Tomorrow X Together Members 2000 years later. خب 5 نفرن. یونجون، چوی سوبین، اونگیو، وانینکا و تیون. هم اسمش شبیه تیونگ خودمونه. همشونم فکر کنم از من کوچیک‌تر باشن. خب ببینیم چجوریه. فقط قشنگ. Since something are precious but invisible to the eyes, we forgot them as life passes by. میگه از اونجا که یه سری چیزها هستن که با ارزشن ولی ما نمیتونیم ببینیمشون، انگار که برامون نامرئین. در نتیجه ما اونا رو در طول اینکه عمرمون و روزگار رو اینا میگذره ممکنه فراموششون کنیم. یه جورایی میگه که مثلا یه سری چیزا که خیلی برامون مهمن و ممکنه که انقدر برامون عادی و روتین شده باشن قدرش رو ندونیم. حالا امیدوارم که من درست برداشت کرده باشم، برداشت کرده باشم. ولی یه همچین چیزی رو من حس کردم ازش و خب بنظرم خیلی قشنگه. این یونیکورنا و این پونیایی که اینجا وجود داره توی سکانس اول حس اسباب بازیگاهی بچگی انگار داره به من میده. حتی اسم آهنگ دژاوو یه چیزی که آشنا پنداری میشه فکر کنم فارسیش، یه چیزی رو که ما یهو میبینیمش و فکر میکنیم این قبلا برامون اتفاق افتاده و خب این رنگ صورتی طوریش در حالت نگاتیوی میده، انگار که مثلا قدیمیه. و اون پونیا و یونیکورنا انگار که برگشتی تو زمان بچگیت. نمیدونم، این برداشت من. چه جلایی، چه جبلویی. جلالی، چه جبلویی.
قشنگمون اسمش چیه؟ کامنت ها برام بنویسید لطفا. به به. 수없이 도망갔었어 그저 무서웠었어 아직 시작에서 기다리는 너를 두고 배움 속에 Morse code 오랜 promise here 모르던 나의 눈물 내 애나 뭐야 You and I 약속의 별빛 아래서 먼지 쌓인 우리의 왕관 앞에서 영혼의 세계는 꿈처럼 다시 영원히 돼줘 나를 불러줘 Be my eternity. آخه 기억해 마침내 찾아내서 나의 미는 너야 آها. ببین وقتی که BTS سنبه باشه طبیعتا خیلی عادی میشه که هوبه بیاد بگه که be my future. یعنی تو فکر کن که اون حرفه‌ای بودن توی مخ زدن رسیده و شده این be my future. چشم آینده تو باشم حتما. از این بهتر. Say my name 첫날의 약속처럼 널 세게 안을 거야 마치 déjà vu 난 마치 déjà vu Say it این پسر اسمش چیه؟ چقدر کیوته. این هم اسمش رو برام تو کامنت ها بنویسید. Say it Say it Say it louder 나를 태우는 그 불꽃빛 속에 연극같이 긴 여행 속에 너와 나눈 슬픔은 my clarity 너의 눈물 곁으로 어지럽게 오는 순간에도 넌 all I need 무너진 베어틈에 너와 나의 place of promise 지게 되지 영원의 백이 날 기다려줬던 너 خیلی استایل رپ کردنشون رو دوست دارم. یعنی من کلا خیلی رپ دوست دارم ببخشید، ولی استایل رپشون رو واقعا دوست داشتم. اگر نقب یه بار دیگه 어지럽게 오는 순간에도 넌 all I need 무너진 베어틈에 너와 나의 place of promise 지게 되지 영원의 백이 날 기다려줬던 너 You are the one that waited for me. تو همونی بودی که برام صبر کردی. هی دارم وسط ویدیوم حرف احساسی میزنم، ولی خیلی قشنگه که تو برگردی به یه نفر بگی که یه چیزی رو متوجه شدی، این که برای کاری رو انجام داده رو متوجه شدی. اینی که یه نفر میدونه که تو براش صبر کردی، تو براش فداکاری کردی، تو براش زمان گذاشتی، خیلی به نظرم قشنگه. و اینکه اینو به زبون بیارن، مثلا فهم این خیلی بهتره و قشنگ‌تر از اینه که هزار بار بخوای هی به نفر بگی دوست دارم. 기억해 마침내 찾아내서 나의 미래 너야 Say my name 첫날의 약속처럼 널 세게 안을 거야 I'll hug you tight as promised on first day. محکم بغلت میکنم همونجور که روز اول بهت قولاشو داده بودم. کورسش خیلی قشنگه، کورسش واقعا قشنگه. یه جاهایی از لیریکس جا موندم، حس می‌کنم باید یه بار دیگه دوباره از اول ببینمش، ولی کورسش خیلی خوشگله. یعنی فکر کنم از این چیزایی که روش قفلی بزنم و تو پلیلیستم بذارم 100% این آهنگو، حتی با اینکه مثلا خیلی نمیشناسم گروه‌ها، ولی واقعا دوستش داشتم تا اینجا. 약속해 몇 번을 반복해도 난
خیلی خوشگل بود. دوباره گوش بدی. I'll hug you tight who's shining like a bride. من تو رو محکم بغل میکنم، توی که مثل یه عروس میدرخشی. قشنگ مرور شد. خیلی احساسات خوشگلیه. ولش نکنی آخه. خیلی قشنگ تموم شد. یعنی یه لحظه انتظار نداشتم اینجوری تموم بشه. خیلی دوستش داشتم واقعا. آهنگی بود که بخوام بارها و بارها بهش گوش بدم و امیدوارم که بقیه آهنگاشونم تو همین وایبا باشن. اگه دوست دارید بازم به بقیه آهنگاشونم ریاکت بدم و بیشتر حال راجبشون بدونیم و باهاشون آشنا بشیم، حتما برام آهنگ پیشنهادیتون رو از این گروه بکنید. بعد اینکه وایب آهنگ خیلی 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 منو یاد یکی از اراهای لنگتن مینداخت. خیلی زیاد شاید یاد یه جورایی شبیه وایب Love Yourself رو میداد، ولی خیلی دوستش داشتم. فکر نمی‌کردم اینو بگم ولی خیلی دوستش داشتم و اولین گروهیه که بعد BTS دلم بخواد یه ذره راجبش کنجکاو بشم و بیشتر بهشون گوش بدم. پس لطفا شما بهم بگید که کدوم آهنگاشون خیلی خوبه و اگه دوست دارید بازم بهشون ریاکت بدم حتما برام بنویسید. خیلی صحبت کردم. مرسی که گوش دادین، مرسی که با هم نشستیم و موزیک ویدیو رو دیدیم. امیدوارم که شما مثل من دوستش داشته باشین و لذت برده باشین. لطفا اگه دوستش داشتین لایک و زنگوله و سابسکرایب فراموش نشه. مرسی، دوستتون دارم. بعدا میبینمتون. خدافظ.